دریای اشتیاقم، غیغم شریک دردم، با دیگران انیسم، با تو شریک و همدم. گر و با دیگرانم جانم، با توست هر دم. من و مای بدگمانی بشنو صدای قلبم. من عشق و دوستیم، ازمن چرا میرنجی؟ آدم چی بخوره که لاغر شوه؟ ما که تو را میبینم روز به روز کته شده میری. حالی از تو خلاص است. چند روز بعد به خیر برات یک کراچی خود خرید. خنده کو، خوب خنده کو. در ظرف یک ماه برات نشان میتم که از من خلاص است یا از تو. باش که نصیر بچیم برم یک ماشین دوشت بخره. راستی خوب شد که گفتی. کجاست اصلا غمکش که دیدن نمیشه؟ بالاست مطالعه میکنه، میایه. تو هم اگه مثل از او واری تو غمخور مردم شوی، تو خو یک ماه میگی، ما در 10 روز تضمین میکنم که بیخی قافل نشوی. هیچ تقصیر اولادایت نیستی. کدام روز پرسان کردی که سمیر کجاست؟ یا نصیر چی میکنه؟ مرا خو مشناسی. همیشه گفتیم که هر کس میفهمه زندگیش. بخور نانته. سلام پدر جان. و علیکم بچه. مادر جانم چی پخته کده؟ بیا بچیم، چیزی را که بچیم خوش داره برش پخته کردیم. بگی بچیم. چطور از بچه‌م روز و روزگارت؟ هفته از کدام طرف برآمده که شما پرسان مرا میکنین؟ مادر جانت میگه همیشه تو در فکر کاربارت هستی. هیچ خبر اولادایت نمیگیری. ما هم گپ مادر جانت هم میکنم. چطور است؟ روز و روزگارت خوب است؟ پدر جان یک چند روپه کار دارم. بیشی نان بخور میتمد. نه میرم، میمان هستم. دینا وقت شب کجا میری؟ مادر جان من تو را چند بار گفتم که به کس غرض نیست که من کجا میرم و چی میکنم تا وقتی که پدرم زنده است. من نگفتیم ات رای بیادر کلانت تو گپ نزن؟ کلش از دست خودت است. وقتی کس قدرت نمیفهمه بانش. هر وقت که برای خورد باز میفهمه. به خاطر که بچه نازنی پدر خود است. خیر است مادر جان. من این گپا رو به دل نمیگیرم. شما هم تشویش نکنین.
هیچ وقت قناوقت نشده بود. خدایا دلم گواهی بد میتن. خودت از او حفاظت کن. چرا اینقدر تشویش میکنی؟ میای بخیر. او خادم بیکار نیست. حتما کدام وظیفه برش پیش شده. ناوقت شب است. برو خو شو. تشویش نمیکنم، دلم نارام است. تا که پدرم نبیه مخو نمیشم. به شما چی ربط داره؟ در تمام دنیا مجرمین گرفتار میشه. خدا کنه که وزیر باشی. امرای مواد مخدر گیر آمده. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر میوه و کارش. دیگه با ما زنگ نزنی. گوش کنین محترم، شما هر قدر آدم قدرتمند باشین به ما فرقی نمیکنه. بلغایتان هم از خودتان باشه. فهمیدین؟ ازمن چرا میرنجی ازمن چرا میرنجی او خدایا تلفنش هم کار نمیکنه. سلام پدر جان.
خدا را شکر پدر جان که به خیر آمدین. چرا ناراحت هستین؟ هیچ گپ هم نمیزنین. هیچ گپ نیست دختریم. در وظیفه کمی خسته شدیم. پدر جان شما کسی نیستین که در وظیفه خود خسته شوین. بگوین چرا؟ تو دختر بسیار خوبی مستی. من از تو چیزی رپورت نمیکنم. ما امروز چند نفر دستگیر کردیم. نفرهای بسیار خطرناک هستن. فکر کنم از قاچاقچی‌های مواد مخدر است. یعنی که به ما ضرر میرسانن؟ نه دخترم، او تو نیست. ولی میگن که ما کار خوب نکردیم که اونا رو دستگیر کردیم. شما خوب میفهمین که اونا آدمای خطرناک هستن. چرا در کارشان دخالت میکنین؟ فقط که دیگه پلیس نیست. پدر جان من بسیار میترسم. بله. کجاست یا بچه؟ نمیفهمی که چند بجه شب است؟ بخی بچه بیا خانه بیا. بله؟ چرا گپ نمیزنی؟ دیگه در این نمبر زنگ نزنی احمق پست. عجب مردمایی. بله؟ بله؟ آرزو دی چند روز پدرم بسیار نارام است. چی گپ است؟ هر شب ناوقت می آید. گپ هم نمی زند. چرا؟ کدام گپ نیست خوار جان؟ همون شبی که تا ناوقت نامده بود باز چند بجه آمد؟ تو بیدار بودی؟ بگو نه آرزو چی گپ است؟ حالا چرا پوت میکنی؟ آخر مام دخترمی خانه هستم. من اصلا در این خانه بیگانه هستم. هر کس همراه من رویه خراب میکنه. از هر کس چیزی پرسان میکنم به من جواب درست نمیده. فقط که من اولاد از او پدر نیستم که بفهمم پدرم چرا جگر خون است. نه خوار جان، تو هم دختر از این نمیخانه هستیم. هیچ کس همراه تو روی بد نمیکنه. او شب وقتی که من منتظر پدرم بودم
اوه عظیم جان، سلام علیکم. بخیر هستین؟ جان مهربانی بفرمایید. عظیم جان، میتونم پرسان کنم که شما چرا میخواین از دفتر ما برین؟ من میفهمم تو بهترین رفیق من هستی و از گپ دل ما خبر داری که چرا ما اونجا میرم. قاچاقبرای مواد مخدر مرا به صفت دشمن شخصی خود قلمزد کردن. ایره باید بدانی که قاچاقبرای مواد مخدر، تروریستا، انتحاری، خلاصه تمام بدنیا با هم ارتباط مستقیم دارن و اون مردم ها بسیار خطرناک هستند. ازمن چرا میرنجی ازمن چرا میرنجی بسیار خطرناک هستند. این کره زمین رو میبینی؟ در این دنیا کلی مجرم با هم ارتباط دارن. یک چیز واضح است. و ما به صفت پلیس وظیفه ماست که ارتباط رو پیدا کنیم. ما اگر در پلیس باشیم، اگر در اردوی ملی باشیم، اگر در امنیت باشیم، باید ارتباط رو پیدا کنیم و من ارتباط رو پیدا میکنم. چرا تا در جدید؟ میفهمی؟ او به زندگی شخصی و مشکل ایجاد کرده. چی مشکل؟ باز یک وقت برات میگم. من بسیار خوش هستم که مثل خودت پاره یک همکار دارم. و آرزوی من این است که در هر کجایی که باشی در کار زندگی موفق و پیروز باشی. تشکر. من میخوایم. تشکر. زنده باشی. یک گپ کلان شده و تو میگی هیچ کدام گپ کلان نیست. میفهمی شیشه کسی را به سنگ زدن چی معنایی داره؟ من بسیار به تشویش هستم. اینه ببین، با ما از نمو وقت به بعد زنگ آمده میرم. این جوابم نمیتم. احمق بیشرف باز زنگ زدی؟ وی پدر جان شماستین؟ بسیار زیاد ببخشین. نه پدر جان، از صبح تا بال یک نفر به من مزاحمت کرده میرفت. وقتی که تلفن اوکی میکردم این جواب نمیداد. خب درست است پدر جان، ما بیرون نمیریم. تمنا می نمیجشتم. دروازه را بسته میکنیم. خداحافظ. چی گفت؟ پدرم گفت من امشب خانه نمیم. دروازه را به هیچ کس باز نکنین. او خدایا، خودت مهربان شو. و این هم دفتر شما. تمام دوسیه ها همیجی است. و ما در خدمت شما. چند سال میشه که دفتر کار میکنی؟ صاحب 8 سال میشه. خیلی از کل سر حسابی دفتر خبر هستی؟ حالا برو در کارت.
زندگی هم عجب چیزی است. آدم با چی چیزا مواجه میسازه. پلیسی مبارزه علیه مواد مخدر. خدا میفهمه کی مواد مخدر چی وقت از افغانستان گم میشه. شاید متهم هر کدام از این سیاه بسیار آدمای با قدرت باشن و یا هم از اراکین بلند پای دولت. این مواد مخدر از ما تمام خوشی‌های زندگی ما گرفت. تا کی پدیده شما از این کشور از بین نبرم آرام نمیشینم. سپاس خود پرستی با عشق و شار و مستی مغرور به تکلف اندر بساط هستی. من ساز زندگیم ازمن چرا میرنجی پیغام آشتیم ازمن چرا